آقا 12 سال پیش یک کودک 3 ساله داشته بازی میکرده که متاسفانه داخل یه چاه 15 متری توی خونه‌شون میفته و در نتیجه ناله و گریه و زاری بچه والدینش بالاخره متوجه میشن. میبینن پسرشون توی چاه افتاده. آتش نشانی و مردم محله دست به دست هم میدن که هر جور شده بچه رو بیارن بالا. ولی یه مشکلی وجود داشت. کودک داخل یه لوله باریک افتاده بود که هیچ تجهیزاتی نمیتونست اون نجات بده. مردم هم با بیل و کلنگ میافتن که خاک اطراف لوله رو در بیارن، ولی این کار خطرناک. 11 ساعت از حادثه گذشته و بچه همچنان توی لوله بود، تا اینکه یه فکری به سرشون میزنه که یه آدم خیلی لاغر رو بفرستن داخل لوله تا بچه رو در بیاره. 3 تا پسر 14 ساله داوطلب میشن، اما وقتی شرایط رو براشون بازگو میکنن 2 تاشون در جان سراغ میدن. حالا شرایط چی بوده؟ این که سر و ته داخل لوله برن و بدتر از اون ممکنه خودشون هم گیر کنن. در نهایت هم پسر شجاعی به اسم کریستیان ماریان بچانو همه چی حتی خطر مرگ رو میپذیره و سر و ته داخل لوله میره و موفق میشه بچه رو در بیاره. تصویری که در پایان از شجاعت پسر 14 ساله منتشر میشه تا سالها روی صفحه تلویزیون میمونه. تصویری که بعد از نجات کودک 3 ساله همه کریستیان رو که تونسته بود بچه رو نجات بده رو تنها گذاشتن و همه رفتن سراغ گابریل. این تصویریه که بعد از نجات گرفته شده و شما میبینین که همه رفتن سراغ بچه کوچیکه و کسی به نجات دهنده توجه نمیکنه. به نظرم نجات دهنده های زیادی در جهان وجود دارن که این ویژگی رو دارن. زندگی خودشون رو به خطر میندازن اما در نهایت فراموش میشن. شما چند بار خوبی کردی و دیده نشدی؟ بنویس برام.